رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه مؤمن جسد واحد است، اذا اشتكى منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسحر والهم. مسلمان مثل جسد واحد است، هرگاه یک عضوی از این جسد در نتیجه یک مصیبت درد برش میرسه، قطعا ما باید این درد در قلب خود احساس بکنیم. و اگر یک نفری به خاطر مصیبتی که برای یک مسلمان میرسه دردش در قلب خود احساس نمیکنه، عقیده اسلامی را درک نکرده، ولو او کنج دنیا باشه. و به همین خاطر همه علمای اسلامی هم میگن، فقها میگن اگر یک زن مسلمانی در شرق اسیر کفار میشه، سر همه مسلمان ها به خاطر دفاع از او فرض است، فرض عین است تا که به خاطر دفاع از او مبارزه بکنه، ولو یک زن مسلمان باشه. حالا به خاطر وجود تعصبات به انواع مختلفش، مسلمان در کنارش مسلمان دیگه رو میبینه بدترین نوع شکنجه میشه، هیچ نوع احساسی نداره. این مصیبت است بالای امت. دلیلش چیست؟ به خاطری که او را در نژاد خود صحیح نمیدانه، دردش احساس نمیکنه. پیوندی را که الله در میان ای و در میان از او به خاطر اشتراک در عقیده بسته کرده بود را کم ارزش میدانه. به انما المؤمنون اخوه باورمند نیست. پس این یک انحراف کوچکی نیست. این انحراف تنها در جامعه ما هم نیست. و استعمارگرا ببینیم چقدر انسانها را توته میکنن. اول امت اسلامی را به عنوان یک امت واحد، قرآن میگه و ان هذه امتکم امه واحده، این اول تقسیم کردن، بعد 50 و چند کشور تقسیمش کردن و باز در بین هر کدام از این کشورها تعصبات ملیگرایی را در بالاترین حد ممکنش رساندن که یک انسان مسلمان افغانی آمادگی نوکری کردن برای کافر هست، اما یک برادر مسلمان دیگه خود حداقل در حد یک برادر نمیدانه. همین رقم است یا نه؟ افغان ها نوکری کفار را میکنن، نوکری صلیبی ها را میکنن، اما یک پاکستانی را حداقل برادر خود نمیدانه. یک پاکستانی نوکری صلیبی ها را میکنه، یک افغان را برادر خود نمیدانه. همون رقم همه کشورها. یک مصری نوکری یک کافر را میکنه، اما یک نفر از سعودی را برادر مسلمان خود نمیدانه. یک نفر از سوریه نوکری کافر را میکنه، اما یک نفر از عراق را برادر خود نمیدانه. و به همین خاطر است که ما به این حالت رسیدیم و در همین حد هم اکتفا نمیکنن. پروسه‌ای که استعمارگرا با شدت و با قدرت بسیار فوق‌العاده سرش کار میکنن، همین است که امیر تعداد موجود کشورهای اسلامی را هنوز هم قیچی بکنن، بیشتر قیچیش بکنن. شما دیدین در عراق به اصطلاح نظرسنجی به خاطر ایجاد یک دولت مستقل به نام کردستان با حمایت مستقیم و علنی اسرائیل اجرا شد. علنی، مخفیانه هم نه. به خاطر چی؟ آیا اسرائیل کردها را خیلی دوست داره؟ اسرائیل فراموش نمیکنه که کرد اونمو قومی است که بیت المقدس را آزاد کرده، اما به خاطر عقیده ای کار را نمیکنن، به خاطر زبان ای کار را میکنه، به خاطر نژاد ای کار را میکنه، اما اسرائیل حمایتش میکنه. در افغانستان خود ما ببینیم ما چقدر توته شدیم. این پشتون است، این تاجیک است، این هزاره است، این ازبک است. باز در همین حد هم اکتفا نکرده. از لحاظ جغرافیایی این مردم از سمت شمالن، این مردم از سمت جنوبن، با یک دیگه تا حد دشمنی دارن و حتی در همین حد هم اکتفا نکرده. مثلا تنها حداقل این پشتونا را باز با هم متحد نمیدونن، نه؟ باز داخل پشتونا که بری باز میگه این اسلام غلیظایی است، این چه رقم کویزایی است، این تا حدی همون رقم توته میکنه که حتی این ذهنیت در جامعه ما حاکم شده که ما یک نفری را که در نژاد و در زبان و در قوم و در پدر هم با هم نزدیکیم نوع دشمن میدونیم. اصطلاح عامیانه شما میگین فلانی اودرزاده‌های ما هستن، نه؟ اودرزاده یعنی چی؟ یعنی کسانی که ما با هم دین در یک رقابت شدید مثل دشمنی گونه با هم واقع هستیم. این روحیه از کجا شده؟ این روحیه را کی کلان میکنه؟ و هر روز